ما از نام هیئت جلسه دوستمون پولاد علیمدار را خوش آمدید میگوییم. اگر اجازت بدهید محترم فردیناند به ما چند گفتنی دارند. علیمدار در برخی اندیشه هایش حق است. دولت های بزرگ دنیا به خاور نزدیک دموکرات آوردنی بودند، اما آن مردمی که برای به این منطقه تطبیق کردن دموکرات مساعدت میکند به خاک یکسان کرده شد. با بهانه آن که اینجا دیکتاتورهایند این سرزمین را ناآرام کردند، ولی زیر راهبری آنها قتل عامهای باز هم دهشتناکتر به عمل آمد. علیمدار که مرد کارچلان است چنین میپندارد که من باید نماینده کشورهای اصلاحگر باشم، همین طور. اما من بر راستای این سرزمین یک آدم خوشبینم. من یک آرزوی دارم که در نزدیکترین فرصت خونریزی در اینجا قطع گردد و لحظه های دهشتبار به خاطره های دردآلود تبدیل یابد. تو در دل خیال خوب میپرورده ای فردیناند، اما آن خیال و آرزوهای تو را چطور میتوان به واقعیت تبدیل داد؟ این گفته هایم را من نمیتوانم، بلکه شما میتوانید راه اندازی کنید. خوب، اما چطور؟ به این سوالات از پرونده که در پیشت هست جواب یافته میتوانید. چنانه که در خریطه میبینید، برای مساعدت کردن به بهبودی مردم این منطقه اعمار دولت بابل یگانه واسطه است. اگر شما به این موافق باشید، این سرزمین شما بر راستای دین و همزیستی ملت ها یک جنت خواهد گشت. اگر شما تابعیت زیر یک پرچم را اعتراف کنید، من کوشش میکنم که هرچی زودتر از جانب دولت‌های بزرگ به رسمیت شناخته شود و حکومت شما هم پس از انتخابات دموکراسی فوراً به کار خود آغاز خواهد کرد و شما آن دولت را همه‌تان برابر راهبری خواهید کرد. آقایان، آن دولت را همه پهلوی هم به پیش میبرید. در پرونده چگونگی آن حکومت و دولت با تمام جزئیاتش موجود است. اسم من از رفتار تو در حیرت ماندم. میدونی آنقدر قوی اراده هستی که خداوند به تو دل و گرده نیرومند داده است. دوگانه هایم را حمایت کرده نتوانستم. آنها که به من باوری داشتند همراه هم به راه برآمدند، هر دویشان هم مردند. برای این تو خودت را گناهکار نشمار.
انتقام همه نزدیکانم را میگیرم. راه دیگر ستاندن انتقام هست. اسما، من میدونم که تو باسوادی. میتوانی به زنهای اینجا بوده کمک کنی. با آنها نوشتن و خواندن را یاد میدهی. نفهمیدم درباره کدام زنها گپ میزنی؟ تو نمیدونی که همه آنها عسکر شدن. ارتش در این زمین ها از زنان و حتی از کودکان عبارت است. از این خبر داری؟ رو از او پرس. به تو یک کودک محبوس کماندان را نشان دهد. فرصت، از تو یک چیز پرسیدنی بودم. اسم درباره یک جوان قماندان گفت زد. گفت که در اینجا محبوس بوده است. درست است؟ درست است. قراری بود که همه ما را نیست میکرد. من او را دیدن میخواهم. من اجازه نمیدیم صفیه. او بسیار خفناک است. فرصت، من اینجا اصلا به خاطر کودکان آمدم. او را دیدن میخواهم. این برنامه ها منطقه را آباد میکنند. کی و برای چی این پروژه را سرمایه گذاری میکرده است؟ منفیت های کی را حمایه میکند؟ شما فردیناند را نمیشناسید مگر؟ مؤسس در کرایور است و در خوبی مستنطور نمیشود. این پروژه ها را به حیات تطبیق کردن امکان ناپذیر است. برای چی چنین میاندیشید؟ در این حجمی که اینجا نشان داده شده است منبع کمی میکند. آقای صادق، در سرزمین شما ثروت فواره میزند. شما حتی نمیدانید که چقدر گنج فراوان دارید. این آدم حق است. ما نمیدانیم که چی را صاحب هستیم. اگر ما متحد شویم، خاور نزدیک یک بهشت روی زمین میگردد. ولی حیرانم آن چیزی که اینجا پیشنهاد شده است به دردها دوا نخواهد بود. در این پرونده چی میبینی؟ من آنچه را که میبینم میگویم. در بغل خاوری نزدیک یک خنجر نیهان را میبینم. اما اعتراف میکنم خنجر را این آدم نخلانده است. این خنجر را کسانی خلاندند که 100 سال مقدم شرطنامه های مخفی بستند. حالا ما باید این خنجر را بکشیم. در این خریطه‌ای که در دست داره قسمی از خاک ترکیه نیز شامل است که شاید آن را شما دریافته باشید. نیروهای اصلاحگر حالا در پی تغییر مرزهایند. این را همچون یک فرصت مناسب برایتان پیشنهاد کردم. کشورها را پاره پاره کردن چه تا فرصت بوده است؟ سوریه پاره پاره شد. صدها هزار مرده، 12 میلیون گریزه، هزاران آدمان غیب زده فرصت بوده است. به این منطقه صلح را من میارم. همین تو صلح میاری که یک لشکری خونخواری در کریور را تأسیس دادی. تمامی گروه های تروریستی منطقه را با پول و سلاح یاردم دادی. تجارت عضو انسان تا خودی انسان ها را معمول کردی. این آدمان را دیگر فریب کرده نمیتوانی. فراموش کردید که در گذشته نزدیک اینجا کیها میزید؟ صدام حسین با تشویق و ترغیب امریکا به کویت حمله کرد. امریکا از این فرصت استفاده برده به عراق هجوم کرد و بعداً 75% نفت کویت به امریکا رفت. دست و پای صدام بسته بود، چون که جامعه های دینی عراق به تشویق پنهانی امریکا حکومت را گرفتند. امریکا و اتفاقچیان او که
صدام را در استفاده سلاح هسته‌ای گناهکار می‌شمردند، آن را در عراق نیافتند. به عراق دیمکرات هم نآمد و 1 میلیون آدم مرد. هر چی تو اینجا میگویی دروغ و تنها جانهای رفته حقیقت است. تقدیر ما به دست خود ماست. اگر اراده خود را به اختیار دیگران بسپارید، تاریخ تکرار می شود. ولاد علمدار درست میگوید. ما از فردینان باور نداریم. من و قبیله من این را از تجربه تلخمان میدانیم. دیگر کسی ما را با وعده های دروغ فریفته نمیتواند. وعده های دروغی که به سمع شما رسید مرا به خاطر مسئله گرگ و بره را می آرد. آن مسئله را همتان می دانید، ولی یک بار دیگر نقل می کنم، شاید بعضی ها ندانند. گرگ و بره از یک جا آب می خوردند. گرگ بالاتری آب بوده است و بره پایانتر. گرگ بره را می گوید آب را لای نکن وگرنه می خورم. بره می گوید که تو در بالایی، من در پایان، چطور آب را لای می کردم؟ گرگ در جواب می گوید تو پارسال آب مرا لای کرده، گریخته بودی. بره می گوید که من همین سال تولد شدم. گرگ می گوید بگذار، من تو را خواه نخواه می خورم. رفیقان، این وعده ها همان حقیقت گرگانه را می ماند. مقصدی اساسی این سرزمین را اشغال کردن است. خوب علمدار، تو چی پیشنهاد داری؟ میخوای که خون این دو واده را پر کند و به خلیج بصره بریزد؟ مقصد این جمع آمد را معلوم می کنم و میان قبیله ها اتحاد بسته می شود. اما تو و چاکران تو از این منطقه دفع خواهید شد. جلسه ما به مقصد خود نائل گشت. همه قبیله ها به توافق رسیدند و آنها دیگر همراه عمل میکنند و صلح هم خواهد بود. نتیجه جلسه را با برآوردن قرار ثابت نکردیم. افسوس فردیناند. افسوس نخورید، حقیقت را یک روز نه یک روز میفهمد. مهم صلح است. البته اوکی. افسوس که نتیجه چنون شد که تخمینش میکردیم. زیر نفوذ علمدار. فوراً به عملیات آغاز کن. این کار باید امروز به اتمام برسد. تو از این طرف، تو باشی از این طرف موقع گیر. زود باشید. ما اینجا برای چه اومده بودیم؟ مگر با مرشکانان سر کار نمیگیریم؟ هدفی ما دیگر شد. باید فولاد علمدار را کشیم. فولاد علمدار رو؟ این خبر بسیار فوق‌العاده. اینقدر یک شخص مشهور را هیچ نکشتم. گپ را کم کن و موقع گیر. زود. هر دوی شما با من بیایید. شما با اون طرف.
سلام. تو گفته های من را فکر کردی؟ گوش کن، من به تو یاری دادن میخواهم. برای همین اومدم. به من نامت رو میگویی؟ اولین منافق برایت بد گپ میزنی. تو اندیشه کرده گپ زن. فرصت خواهش میکنم آروم شو. من هیچ جا نمیروم، همینجا میستم. میدونی که اگر این طور رفتار کنی تنها به خودت ضرر میوری. از ما به تو هیچ ضرر نمیرسد. ولی از شما فایده هم نیست. گفتم که به تو کمک کردن میخواهم. پس مرا آزاد کنید تا جنگ کنم. به جای جنگیدن در مکتب تحصیل کردن نمیخواهی؟ من کیها باز مکتب رو پرتافتم. این هیچ مهم نیست. از اون صنفی که مونده بودی دوام میدی. این راه رو خودت انتخاب نکرده ای. مجبور شده ای. ولی حاضر میتوانی به یک قراری درست بیایی. میخواهم کمی فکر کنی. تشکر که دعوت مرا قبول کردید و آمدید. سپاسگزارم. خواهش میکنم. اصلا من از شما سپاسگزارم. توفیل شما ما یک بازی کلان را شکستیم. هرچند موقتی هم باشه. صحت و سلامت بیمانید آقای صادق. تشکر. مسئله خواهرزاده من اسمه و تقدیری و چی میشد دولاد؟ من از این مسئله میشم. خواطر نشوید. تشکر. شرف آوردید. تا بازدید. تا بازدید. تو به من مانع نمیشوی علمدار. من واقعا دولت بابل را میسازم. این قبیله ها خواه یاری دهند خواه نه. و فکرم معنای مسئله گفتم را فهمید. گرگ یک حیوانی اصیل است. ولی تو از کرگس پیش نشتی. پس انتظار شو و بین علمدار. کرگس در میدان نبرد بالای جسد کی میشینه؟ نفرایه فولاد علمدار را من میزنم. اختیار است. من از دنبال شهرت نمیگردم. هوشیار باشید. سنایپریست دارن. موقع بگیره.
پهلو از من است. دیگرش را شما بینید. پرونید الله پرونید. یاسین نظر دانشان گیر. من از دنبال یورگن میروم. حمایه کنید. منو میخوام. شخصی که تو میجویی منم. نفهمیدم. او منم. شمایید؟ آره. شما همتان دیوانه شدید. مرا فریب دادید. شما از اول میدانستید. گفتم که نمیدانستم. هر چی خواهید گویید. دیگر به هیچ سخنتان باور نمیکنم. همه این غیر سفسطه دیگر چیزی نیست. کمی فکر کن. پس آن صحبت میکنی. فکر کرده دیوانه میشوم. آن زن مادرم بوده است. شما باشید.
در این عملیات مرا همچون ربات استفاده کردید. یوسف، مسئله چنانه که تو میگویی نیست. دیگر با من دروغ نگوید. شما برای من هیچ کسید. با تو فوراً و خودم میخواهم. خدا رحمتش کند. سلامت باشید. اکا، نشانی از گرگه نیفتیم. اگر اینجا میشد حتما در روبرویمان قرار میگرفت. شاید بر وقت رفته باشد. من به استانبول برمیگردم. تو کار را در این منطقه دوام ده. خوب اکا. آن اسم نامزن جیانی آقای صادقی باشد. کاری کرده به اهل آیلش سپاری. فهمیدم اکا. تو هم صفیه را بگیر و بیا جایی. خوب. برای چی تنهایی؟ همه شریکان را کشتم. با من میفهمانه که چطور به این موفق شد؟ فولاد آمادگی داشته است. جاهید با درفش سیاه آمد. مجبور شدم که گریزم. خوب یورگن، سلامت ماندن تو به من منفعت دارد یا نه؟ جان من در دستی توست. میدانی از تو آسان روی نمیگردانم. هنوز هم اینجا ما کاری ناتمام داریم. چی میخواهی؟ من فرصتی با آقای صادق ودا کردن نداشتم. برایم امکانیت فراهم آورد که با پولاد علمدار مناظره کنم، ولی من به او سپاسگزاری نکردم. به همه این او سببگار شد. این جلسه نقطه بازگشت بود. پروا نکن، ما هیچ از راه همان گشتنی نیستیم. آقای مروان در جلسه یک بازی تماما بیگله نشان داد. هرچی به سر این منطقه می آید ما باید آن را حل و فصل کنیم یورگن. اوکی. یگان واقعه روی داد. با پولاد علمدار صحبت داشتم. او به تو چی گفت؟ از یک دولتی آزاد دنیا افسانه ها گفت. یک زمره نظریه خواند به من. مثل این که همه چیز رو میدونه. و تو با او خشم گرفتی؟ به همه شما من خشم دارم.
برای چی به من نگفتی؟ چرا؟ او را کی بودنش را زینهار نگو که نمیدانستی. من به این باور نمیکنم. من هم به نزدیکی فهمیدم یوسف. برای چی از من پنهان کردی؟ برای حمایه تو راهی درست همین بود. کاش که این را چند سال پیش بر وقتتر می اندیشیدی. مایلش، من هر خطایی که در گذشته کردم اعتراف میکنم، اما پس از آن که تو را پیدا کردم کاری نکردم که بر ضرر تو باشد. خب تو برای منفیت من کاری کردن میخواهی؟ البته. اگر این طور باشد نام شخصانی شامل پروژه را که در ارتباط به من ساختند به من میگویی. نام هر کسی را که شامل پروژه که اصلا نکبی سازمان داده بود. چی کار میکنی؟ برای هر چی که به من کردن پاداش خواهم گرفت. با کجا میروی؟ با شرکت. با فهمی چی میگویی؟ او پدرم است. چی هم میگفتم. پسر در کجاست؟ با یک دسته برای نظارت گرد و اطراف برآمد. در را میکشایی. با این کودک صحبت کردن میخواهم. به اجازت کشاده نمیتوانم. با او تنها صحبت میکنم. و تو هم در همین جایی ها؟ اگر خواهی در را کشاده میمونه. نومم ملیک. نام من صفیه. میخوای به من بگویی که چرا این راه رو انتخاب کرده ای؟ به همه گفتم. برای زنده ماندن و به اهل عائله‌ام کمک کردن راه دیگری نداشتم. خب این رو میفهمم. برای همین تو رو گناهگار نمیکنم. ولی اگر خواهی از این پس حیاتت تغییر می‌یابد. بسیار گرسنه‌ام. میتونم یه چیز خورم؟ البته. خلیل یگان خوراک میاری؟ من یک گروه رفیقان دارم. همشون مثل من برای شدید کار میکنند. اگر خواهی میتوانیم آنها رو هم رها کنیم. جایشان رو اصلا نمیگویم. خیر، به آنها چطور میتوانیم کمک کنیم؟ آرام شو. چیکار میکنی؟ در جهت چین؟ نجوم، وگرنه او را میکشم. آهسته سلاحت را برار. آهسته. اکنون از سلاح دور شو. اکنون به این طرف گذر. گذر. زود.
به بیرون. زود باش بیرون برو. زود گفتم. در رو از بیرون با کلید محکم کن. حالا زود به ماشین سوار میشیم. خیلی زود. رفتیم گفتم. اگر اشتباه نکنی او رو میکشم. زود باش گفتم. رفتیم. نجوندی. سلاح‌هایتان رو فرارید گفتم به شما. اگر نه این زن رو میکشم. دروازه رو کشایید گفتم. زود باشه روحه. زود سوار شو. ماشین رو به کار درو. صفیه رو دزدیدن. لعنتی خدا بر سرتان. صفیه رو دزدیدن لکه. پسر چیا میگویی؟ چی کرد این را؟ کودکی که در اینجا اسیر گرفته بودیم. ایستا دوستم، تو را از این پیش من در اینجا ندیده بودم. پس تو امروز به دستی راست از خواب پرسته ای؟ چطور؟ من مثل یک مرغ کشتاله ام. به هر کس نمایان نیستم. اکنون با اجازت تو میخواهم که وارد این لانه گناه بگردم. 14 11 54 75 یا خدا، این کودک این لحظه ها باید در مکتب می بود. این را مخصوص در این بیرانه ساخته بودند. 6 36 فیش بیدی هم تکا؟ ما چیزی نگرفته ایم. چی فیش میدی؟ بازی نمی کنی؟
البته بازی میکنم. 29 تیمار میگویند که ام الخبایث است. کو ببینیم پدرش کی باشد. لبایکه؟ یک فیش چند پول است؟ 10 لیره. بگیر بفرما. انتخاب بکن. 14. بگذارها با آن گوشه بینشین. بازی حاضرکک آغاز شد. شیطان یاورد. اما دوستان تو شیطان را متوجه نکن به این کار. او به خودش منفعت آوردن نمیتواند. تو چی رسد به من؟ 44. از میان این قدر آدم چطور او را دزدیدند؟ چیکار کرده پوسد؟ تا آمدن ما به کجا نگاه کرده؟ آدمان ما را که دیهای ترکمانها را پاسبانی میکردند لشکری شدید سر به سر کشت. شدیدیان جایشان را ترک کردند و با 4 ماشینی که از اهل دیها به غنیمت گرفتند به همین طرف میآیند. اینها در کدام وضعیتند؟ پس از 10 دقیقه آماده میشوند. اینقدر انتظار نمیشوند. خیلی چیکار میکنید؟ اکا به تلفن گفت که انتظار بشوید. شما انتظار شدید. تلفنت رو بی. زود باش. بیهوده امیدوار نشد. در اینجا تلفن کار نمیکنه. ولی کمی پس مالش پیدا میشه. برای همین خوب شد که به خاطرم اومدی. میگفتند که تو خواهری فولاد علم داری. درست بوده است؟ گوش کن. یک خطای عظیمی میکنی ولی هنوز دیر نشده. اگر خواهی بیا به قفو برگردی. وقتی که در باشگاه گپ میزدم شنیده بودم ولی باور نمیکردم راست بوده است. این راه اکنون بازگشت ندارد. زود بیرون. به تو بیرون گفتم. من خودم رو نیز تو رو رها کردن میخواهم. مرا اکنون هیچ کس رها کردن نمیتواند. زود بیرون وگرنه تو رو میکشم. پروایی چیزی را ندارم. سلام. 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 سلام علیکم. سلام. سلام. محسوسانه همین رقم ها بسیار مهم. سلام. 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 آقای تیمی خواهش کرد که از این بعد من همچون ادوکات شرکت در جلسه ها اشتراک کنم. قراری بسیار عالی جناب. گزارش ها آماده است؟ یگان کم بود نمید. رفیقان می توانید بشینید. رفیقان امروز برای من آبان نو آغاز می شود. از این پس در طرز راهبری شرکت بعضی تغییرات خواهد بود. خانم عذرا می توانید پرونده ها رو تقسیم کنید؟ البته جناب. در این پرونده هایی که حاضر به شما تقسیم کردند
شما بعضی پیشنهادهای مرا برای 4 ماه آینده گرفته می توانید. خواهش میکنم بخوانید. بخیر باشد. اگر یگان نوع اعتراض داشته باشید خواهش میکنم بگویید. چون که جلسه آینده ما را به جای من راهبری نوی شما برگزار خواهد کرد. تا جلسه آینده اندیشه هر کدام شما را به طور علاهیده عاید شورای راهبران دانستن می‌خواهم. ببخشید مرا، یک کاری مهم برآمد. دیر ماندم. حساب بکن که هنوز از چیزی دیر نمانده یوسف. بفرما بشه. تا آمدن تو من به اهل جلسه اصرار داشتم که رئیس مجلس های دیگر را به عهده نمیگیرم. استعفا میدهی پدر؟ وقت مگر فرا نرسیده است یوسف؟ اکنون نوبت شماست. اویدی قراری پدرم چی فکر داری؟ بگذار گفتی فهمی قضا زاده بشود. هرچی که گفت دیگر جای اندیشیدن ندارد. اکنون در آینده چی نقشه رو داری؟ در سری من اینقدر چیز جمع شده که به جای پدرم اندیشیدن نمیخواهم. صحبت کردن میخوایی؟ از دیروز بیگاه کشیده چنان خستم که کنم. میگویم که جای باشد که خاموش بنشینم و دم گیرم. پس بیا من تو رو به یک جای خوب برم اکه. رفتن نمیتوانم. بعد را قول دادم. همراه باید یک جا برویم. با کجا میروید؟ با کجا میبروید؟ اگر یگان نقشه نداشته باشید شما رو به یک جای خوب میبرم. بیا تو را عذاب ندهیم. فکری من به چیزی دیگر بند است که نه. ای برادر اصرار میکنم. اصلا پشیمان نمیشوید. اگر که نه اینقدر اصرار داشته باشد بگذار گفتی او شود. یک کس در مقابل دو کس میپاید مگر؟ رفتیم.
گلگه با شما خیر و خوش نکرده از این منطقه رفتن نخواست. به فکر او به جلسه صلح فولاد علمدار را دعوت کرده به اشتباه راه داده اید. شما با عمل خود جلسه ای را که برای گلگه بسیار مهم بود برباد دادید. صاحب این سرزمین ماییم. مثل او آدمی بسیاری آمدند و رفتند. این سرزمین همیشه بعد سری آنها باز به ما مانده. گلگه برای شما در زیر خاک جای یافته است. جاهید به کدام سمت رفت؟ کمپی اینجا بوده شدید اینجا را ترک کرده. ما جاهید را به جانب کمپی در شمال بوده آنها فرستادیم. از او خبری آمد؟ هنوز نه آمده که. کدام باششگاهی این جانب از همه نزدیک است؟ اینجا همان کمپی شدید است که خلیل آمده بود. دیگرش یکی از قرارگاه های بسیار خوب جهازانیده شدید است. باز در اینجا یک قرارگاه است، اما برای به اینجا رسیدن باید از حدود مروان گذشت. برای با سلاح وارد شدن به کسی اجازت نیست. شما کی هستید؟ من باید آقای مروان رو بینم. از مسال پترول یگان خبر هست؟ آره، پیشنهاد ما رو قبول کردند. با همه شرطهایی که ما در سازشنامه درج کرده ایم. روزیا، تو اگر بپذیری خبرشان میدهیم. برای امضا ما رو انتظارند. فهمو، خبر دهید که با آنها کار میکنیم. سازشنامه نهایی را یک بار از نظر نمیگذرانی؟ لازم نیست. من این کار رو درست نکرده حل کردن میخواهم. اگر امروز پرونده رو بگیریم برای امضا آماده میکنیم. این طور باشه، دیر نکنید. ما چرا در این کار اینقدر شتاب میکنیم؟ نمیدونم، پرسیدن میخواهی؟ آقای فهمی، چه حال دارید؟ تشکر. احوال شما رو میپرسم خانم اسیا. من هم خیلی خوبم. با شرافت شما با مسال پترول به اتفاق رسیدیم. بسیار خوب، بسیار خرسند شدم. به اندیشه من یک سازشنامه دراز مهلت در کار است تا شما فکری جای دیگر رفتن را نکنید. نه، حاضر همین جایم. برای این از شما سپاسگزارم. خواهش میکنم، هیچ کرایی ندارد. اگر به جای عرض سپاس همراه خواهش یگانجا رفتن میکردید،
خوبتر می بود. شما وقت داشته باشید چرا نه؟ بگاه من باید یک نمایشگاه بروم. اگر به شما یگان تشویش نشود مرا همراهی میکردید؟ با جان و دل. بسیار خوب. تا بازدید. شما چیکار میکنید؟ من برایتون خواهری پولو دلیمدار را آوردم. کسی اینجا بودن او را میداند؟ نه، تنها من و شما میدانیم. اگر دیده باشد و یا از کسی شنیده باشد پولو دلیمدار خواهرش را گرفتن بیاید، پس آن چی میشود؟ قسم میخورم که کسی آگاه نیست. شما که پولی بسیار دارید، برای همین نزد شما آوردم. میتونید فروشید. به من همون قدر پول دهید که به اولم رسد. تو مرا نصیحت میکنی؟ اردوی این را به کمپی شدید ببرید و این زن تو مشغول شد. خوب شده. مشتری خوب که یافتم و تو خبر میدیم. برم. اگر به اونجا روم مرا میکشن. مرده و زنده تو چی بردارده بچه؟ مؤسسه تعلیمی PM اینترنشنال داوطلبان را برای تحصیل در سال خوانش 2016-2017 و دانشگاه‌های پیشرفته جهان به مانند آمریکا، بریتانیای کبیر، آلمان، پولشا، مالایزیا، قبرس شمالی و دیگر کشورها دعوت می‌نماید. به دانشجویان تخفیف‌های مخصوص از 30 تا 100% پیشنهاد کرده می‌شوند. مؤسسه PM اینترنشنال همچنین بهره بلند برداشتن ملکه زباندانی، آموزش وسیع زبان‌های خارجی را از جانب آموزگاران پرتجربه خارجی و وطنی به راه مانده است و خواهشمندان می‌توانند زبان‌های انگلیسی، خطایی و روسی را در مدت کوتاه از خود نموده صاحب سرتیفیکات گردند. سراغ ما شهر دوشنبه، کوچه نصرت الله مخصوم 156، بینای توج، اشیانه 3. رقم ها برای تماس 232 42 33 98 522 49 89. شیار و 0023 و 0024 زنگ زنید. کد این سکه را گرفته دکمه دعوت رو پخش نمایید. عاشق تو بودو و تو دل سپردو بودو набуду. Хмурое серое небо, затянутое пеленой, солнце не видно, оно как будто спряталось за чьей-то спиной. Окунувшись в свои проблемы полностью, с головой мы не находим покой. Я часто слышал, что есть такая штука любовь, она приходит в сердце и закипает кровь, и твоя жизнь начинает идти по-другому, разнообразие. Ой, я так сагылым дара, киван кобае, киван кобае, чолмур бекили манхамы садатмар. Эгунак тимасам, бигир жидасам, барот паронам мехонам, ошик каталсам, дилбот далсам, бигу боту ман дехтари хуш пайкару. شوخکی با زنجرو خوش رو هستی یا چمو گلی ست برگی ترو نبا بلویو نگالا بایو یادم سبایا سدا من به اینجا برای برپا کردن ملاقات و عید به کار می آمدم. بعد عادت کردم. مشغول شدن با اسب‌ها به روحیه انسان آرامی می بخشیده است. تو از بچگیت اسب را دوست می داشتی. ولی یک مدت با بعضی سبب‌ها توقف کرده بودم. تو از سواری را باز سر کردی؟ برای همین یک روی کردم که اینجا بیایی. من فهمیده بودم که سورپریزی داری. سورپریزی اصلی میآید. دیر مونده کنان. نمیدونستم که مرا انتظاری. من نه. لینا انتظار بود. بسیار هیجان زده است. کنان؟ لینا کیست؟ این کس ازره. این کس برادرم یوسف.
خوش آمدید. راسکل نام شما را شنیده است. فرصت شناسایی را انتظار بود. پس شناس میشویم. راسکل ممنون گشت. من هم ممنونم. یگان روز حتما آید کار صحبت میکنیم، اما حاضر وقت نیست. لینا انتظاری را خوش ندارد. لینا هم خیلی زیبا بوده است. آدمی بسیار عجیب بوده است. اکا اشاره آخرین تلفنی اپای صفیه را معاین کردیم. می رویم. اوکی. کیفیت باید پریده باشد، اما میبینم که تو آدمی فوق‌العاده نیرومندی. اگر علیمدار 1000 بار سر راهم را بگیرد مرا از هدفم دور نمی کند. اما تنها پولاد علیمدار همیشه پیش راهت را میگیرد. درفش سیاه خطی نفتی ما را نابود کرد، اما اکنون نفت را ما با واسطه بحر میبریم. دیدی اریل، ما هیچ دشواری نداریم. همیشه از دولتی بزرگ سخن میگویی، اما من دولتی را نمیدانم که به ماهیت او تنها به نفت وابسته باشد. تو تنها جهت‌های ظاهری آن دولت را میبینید. دوست دارینم. نفت تنها یک واسطه است برای من. توریومی که در زیر خاک این سرزمین است آینده دنیا را دگرگون میکند. در این ساحه به اندیشه من به تو حتما پولاد روبرو خواهد شد. برای این مسئله را حل کردن هر چی را که در راهم هست تازه میکنم. به نظرم این دور و دراز دوام نمیکند. در نزدیکترین فرصت روزهای بسیار عجیب فرا میرسد. برای اعمار دولت بابل یک دوران نوی دیگر آغاز می شود. یگان سورپریز فوق‌العاده داری چی؟ در مجموع در همین جا اریل، در استانبول کانون نو می سازم. هر چی که به نام بابل است همین جا شکل می گیرد. تو چکار میکنی عبدالله؟ بیایید میبرایم. رفتیم.
گیرید. یگان کسی باشد که شما را نجات داده تواند به او زنگ زنید. زود باشید، حاضر می آیند. شتاب کنید، زودتر. زود. تلفن من کجاست ابله؟ تو همراه من بیا. این کودک رو سر دهید. به کجا میبری؟ دامت را بگیر. تو در اینجا نیستی. تو با من میروی. دست و پای این دختر را ببندید. سلام آقای اندر. سلام. چه خدمت بود؟ شما در سایه علمتان 5 دقیقه برای یک نفر کارچلان وقت جدا کرده میتوانید؟ البته، بفرمایید. از من چی میخواهید؟ من فعالیت علمی شما را بسیار میشود که پیگیری دارم. نظریه های شما آیدیتوریوم واقعا داهیانه است. منظور شما آن چیزی است که ما در سیمپوزیوم گفتیم؟ البته. برای توجهتان تشکر. اما من هنوز یگان چیزی عالمگیری نکردم. هر چی مرا در دنیا معتبر گرداند آینده بینی من است آقای اندر. من مطمئنم که شما باز به پیروزی های نوین کامگار میگردید. از دستمان هر چی آید میکنیم. البته بیاید مغز گپ را گوییم. میخواهم کار را که به آن مشغولید دوام بدهید، اما با نام من باید دوام بدهید. بترسم که این امکان ناپذیر است. من در این جای کارم بسیار خوشبختم. ولی تنها علم داشتن کس را خوشبخت نمیگرداند. این را خوب میدانید. مگر خوشبختی آن نیست که هنگام کار خود را دور از خطر احساس کنید؟ من در خصوص امنیت هیچ نگرانی ندارم. من سرمایه دارم. دور از خطر گفته امنیت اقتصادی را در نظر داشتم. آشکارتر گفته میتوانید. اوکی. وقت را من خوب میدانم. در هر مرحله به شما مانعه های گوناگون ایجاد میکنند، مثل پتنت و سنگرهای بیروکراتی و البته مسئله های اقتصادی. من به شما یک شرایط با حلاوت و محیط آسوده وعده میدهم. لابراتوری امریکایی من که با نوترین دستگاه مجهز است شما را انتظار است. ماهانه $21,000 و کاخ محتشم. اگر خواهید میتوانید اهل خاندانتان را هم با خود برید. یک طیاره خاصه هم برای شما جدا میکنیم. پیشنهاد جوان مردانه؟ اما من پژوهش را تنها برای پول نه، بلکه برای آینده این ملت میکنم. راحت و حضور و نشانه من این کشورم است. خواهش میکنم آقای اندر. شما که دانشمندید یک چیز را گشته و برگشته روزهای دراز می اندیشید. پیشنهاد مرا هم خوب اندیشید. برای جواب شما را شنیدن شب زنگ میزنم. برای کار. علم از همه چیز مهمتر است. راسکالما یوسف شناس شد. کاری تو آمد کرد و بسیار آدم نجیب است. اکنون دفعه آینده با او هم همکاری میکنید. با دادن جزای وسیله همکاری ما محکم‌تر گشت. از این پس من
در هر گونه کار با شما همکاری میکنم. در این دنیا تاوات که هست رستگان با شماست. پس درباره کار صحبت میکنیم. صاحبان پولی که از روسیه آمده در بانک تو پولشان را حلال کردند تو را راضی میکنند. رستگان برد کرد، مته همین طور، کینان هم برد کرد. وسیلی باخت. نمایندگان او فرار کردند. در آن صورت ما راهمان را دوام میدهیم. اگر تو از همه گوشه و کنار دنیا جمع کرده بیاری و تو آن را حلال گردانی، من برای چی پول نمی شدم؟ می شدم. پس از زیر این پول حالا آبی بسیار می گذرد. 89 تومبالا. این چی گپ است برادر؟ میزمان رو عوض کردم که وقتمون اومد کنم، ولی باز تو بریدی. بیهوده نگویی. اینجا یگان چشمت نیست. این همه در پیش نظری همه است. وقتش آمد کد برید. آدمی گفتگیت همین است؟ آره یکم. از سحر از کی میبرد؟ نامش چه بود است؟ نمیدونم. دیوانه اوضاع است کمتر. خدایا. بیا. آره جنابان، باز کی کارت نو میخواهد؟ خدایا. باز یکم کس کارتا گرفتن میخواهد. خیر، با من اجازت بدید رفیق. برای امروز بس است. اگر میکاری هیچ کس تا من اینجایم آمد نمیکنم. شما را من مشاهده کردم. بسیار باورار بودید. شاید همین طور باشد، شاید این طور نباشد. یگان پیشنهاد دارید؟ برای انسانی که اینقدر برار دارد این پول کم است. اگر خواهی من تو را به یک بازی لاتوی دیگر میبرم که کارتش 100 لیره است و 50,000 لیره میتوانی ببری. تشکر. شاید یگان وقتی دیگر. نامت را به من نمیگویی؟ ممکن نیست. اگر به تو نامم را بگویم پس آن کدام نامم را استفاده میبرم؟ تو بازی. این در وقت دارید؟ بفرمایید التای، خوش آمدید. خوش باشید. چی می نوشید؟ خود را زحمت ندید. امروز چای بسیار نوشیدم. من پروتوتیپ اینیکسیون مایع توریم را که برای موتور لازم است دیدم. جفیده گرفتنش بسیار خوب است. من میگویم که شاید علم کنونی دارای یک داهی نو میگشته باشد. امروز از تو پیشتر عیناً همین را یک کسی دیگر هم گفت. کی؟ یک کارچالان. پژوهش مرا پیرامون تاریوم همیشه پیگیری میکرده است. چطور پیگیری میکرده است؟ تو این پژوهش‌های ما را پیشتر یگان جا چاپ کرده ای؟ نه البته. به اندیشه من منظور او همان چیزی است که در سیمپوزیوم افشا کرده ایم. در آن سیمپوزیوم چیزی را که دقت را بکشد افشا نکرده بودیم. من هم هیچ نفهمیدم. خیلی حیرانم التای. خیر از تو چی خواست؟ برای او کار کردن را و من یک محیط فوق‌العاده خوب را در یک لابراتوری که در امریکا با بهترین تجهیزات جهازانیده شده است وعده داد. تنها یک پیشنهادی خالی برای عامه مردم کفایه نیست. تو چی گفتیش؟ البته من پیشنهادی او را رد کردم، اما از من خواهش کرد که پیشنهادی او را تا شب بیاندیشم و جواب او را بگویم. تو را حتما از اینجا باید برآورد. این زیارت یک خطری شاید باشد. من به هیچ کجا نمی روم. من باید کارم را دوام بدهم. نکنید این کار را. آن جلسه رونمای فعالیت پیرامونی تاریم را که با بمب جاندار ما را ترکاندنی بودن فراموش کردید. آنهایی که این کار را کردنی بودن شاید آرام نمی ایستند.
میخواهند که دسته ما را دستگیر کنند. میخواهند جانم را بگیرند. من از آنها نمیترسم. در دنیا چیزی است که از جانی تو و جانی من گرانتر است. خواهش میکنم هرچی میگویم همان را کنید. خوب فهمیدم. چیزی که تو میگویی. پس کجا میرویم؟ حاضرش تو را به خانه میبریم. به خطری تو را در خانه اول تامین میکنیم. پس آن مصلحت میکنیم چی باید کرد. خواهش میکنم تو آمدن من از خانه نبرا. از ماشین فرا. من آقای مهربان رو باید ببینم. از اینجا گذشته نمیتوانیم. من اینجا برای دشواری ایجاد کردن نآمدم. برای به افاقه رسیدن آمدم. چگونه افاقه بوده است؟ من به حدود تو با سلاح وارد شده به کم به واسطه آن باید بروم. به این اجازت نمیدیم. وضعیتم بسیار بد میشه. اما من میدونم که دیگران گذشتند. نمیتوانم. آقای مهربان خبر دارم که گذشتند. از میان خودتون گفتم. هیچ امکان نداره که گذشته باشد و من بیخبر باشم. اگر این طور باشد تو خبر داری و به این کار شریکی. تو مرا به خیانتی سازشنامه گناهکار کردنی. میدونی چی آقای مهربان؟ برای گپ‌های بیهوده شنیدن من وقت ندارم. یا راهم رو میکشونید یا اینکه به ولایت گذشته میروم. تو مرا در خانه خودم تهدید میکنی؟ آن روزا گذشتند. تردید مرا به شرف. تو از حد گذراندی. برید او را به کمپی برید. ببرید. بعد این باز 5 جای دیگر من که باید برویم. از جایت هم هنوز خبری نیست؟ نیاکه نه زنگ میزند نه تلفنش رو میگشوید. بیا میرویم. اکا به کجا میرویم؟ همه جا میرویم. همه‌شان را یک یک میبینیم. همه به ماشین. زود زود زود. انا این به من خوش آمد. اگر کنان بشنود بسیار خرسند می شود. این مصاوره به او خیلی پسند است. شما با آفرنده این مصاوره به فکرم شناسید؟ نخستین مصاوره او را من خریده بودم. از همان وقت مناسبت های ما خوب شد. جوانان را یاری باید داد. تنها رسامان را نه، بلکه همه ساحه های فرهنگ را یاری می دهید. ما شنیدیم که شما یکی از کلکسیونرهای سطح جهانیید. راستش میخواستم این نامعلوم بماند، اما در اصل یکی از چیزهایی است که مایه افتخاری من میباشد. پس از پسرانتان البته. البته. آنها هم مثل خودتان به فرهنگ توجه دارند. من باید اعتراف بکنم که نمیدانم در این اواخر آنها به چی بیشتر توجه دارند و مشغولند. دیگر اکنون از باب زندگی شخصی خود کمتر چیز به من میگویند.
از جوانان امروزه چیزی دیگر انتظار شدن امکان ندارد. پیشترها بسیار چیز رو به من میگفتند. آغاز کردن تعطیل را با بحر اظهار میکردند. یوسف بیشتر دوستدار بحر بود و آن را خوب میشناخت. اما اکنون آنها باید از شما بیاموزند. من هم سالهای آخر از این بحر فروگذاری کردم، اما از این پس دیگر وقت به این پیدا میکنم. به استراحت میروید؟ یک سفری دور و دراز وعدگی گفتن ممکن است. من از وظیفه راهبری کل هولدینگ دیگر دست میکشم. شاید این سببگاری زود زود با هم دیدار کردن هم میگردد. ببینید، با کسی دیگر هم اون مصور خوش آمده است. به گمان من این هدیه ناچیزی مرا میپذیرید. پسرانم، دخترانم، من از همه‌تون راضی هستم. شما از من راضی نشدید. من برای راضیگی شما سزاوار نیستم. مادر جان، بیبیم هم نمیرن. التماس نمیرن. باید پسر قاتلت اکای مرا خوب تکم رو. تو کی را قاتل میگویی؟ شما چکار میکنید؟ گلیزار! مسخره! رئیس نغمی فابریکه. پسر خالد، خوابی خوش. من راضیم با تو خانه دار شدم. تمامی گناه‌های فرزندانم را از همه بیشتر گناه‌های خودم را گرفته برده ایستادم. خیر، اکنون وقتش آمد. ببینیم که کی بای میدهد، کی میبرد. گوش میکنم. شب بخیر آقای اندر. امروز به آفیستان رفته بودم. آره، به خاطر دارم. من جوابی پیشنهادم را فهمیدن خواستم. جواب من تغییر نیافته است. با شما کار کردنی نیستم. میخواهید که شرایط و رقمها را خودتون معین کنید آقای اندر؟ ضرورت مصلحتی دیگر نیست. نگاه کنید. من با شما با احترام صحبت میکنم، اما شما این را فهمیدن نمیخواهید. شما همه را نفهمیدید. من فرخته نمیشوم. از وجهات روی تو جوابی پروفسور را فهمیده میتوانم. آریل، ترک ها انسان های عجیبند. من همه امکانیت ها را فراهم میارم، اما آنها گپ خوب را نمیفهمند، یا این که گپ خوب به من نمیزیبند. پس چیکار میکنی؟ این آدم یگانه شخصی نیست که تاریوم را تحقیق میکند. با دیگران کوشش های همکاری کردن میکنیم. دیگرها؟ پولاد یک دسته دارد که میتوانیم آن را استفاده کنیم. با آن دسته یک شناس شدن میخواهم. خانه این در 24 ساعت پاسبان نمی شود. برای امنیت او 2 نفر وابسته شدند. سلامت باشید. سلامت باشید آقای ایران. این آدم برای ما بسیار ارزشمند است. این آدمان
اگر یکی از اعضای دسته را پیدا کرده باشند پس به همه ما دستشان میرسد. ایرهان جان، اگر شما درباره او به من معلوماتی پوره بدهید در خصوص امنیت هر چی ضروری است من میکنم. سلامت باش. البته خوب گفتی استاد. ما سرمان رو از کار نبرداشت غرقی کاریم، اما این آدمان ما را پاییده میگردند. بچه ها بسیار با دقت باید باشه، بسیار. اکا ایرهان تو رو یک دقیقه ممکن؟ من از شما روی خط را میخواهم خواجم. خوب ایرهان باید ما زود آماده میشویم. سلامت باش. چی شد عباس؟ اینجیست یوسف؟ اکاتون در کجاست؟ نفهمیدم چی گفتی گوله من؟ اکاتون رو میگویم. میگویم که پولاد علمدار در کجاست؟ تو چی خورده ای یوسف؟ سری مرا ویران نکن. من تنها یک سوال دارم. برو دست رویت را بشه، یک هوا بخور، دیدی که نمیشود باز می آیی. برو. پولاد علمدار. پولاد علمدار اینجا نیست. طبع ما را خیره نکرده. برو. اکاتون بیشنود. از شما میرنجم. آیا میدونی که کی را از درگاه او میرانی؟ میدونی؟ برای من هیچ اهمیت ندارد که در بیرون تو کیستی. از این در که در آمدی مهمونی مایی با ادبانه رفتار بکنی بسیار بشین انتظارش بشو. اگر بی ادبی کردن میخواهی اینجا جای تو نیست. تو را از در بدر میکنم. باز می آیم. اکرم این برای چی این کارو کرد؟ شاید یک جوانی کرد. باشه از پری کارتان میشوید شما. سمت بالا را خالی کردم. در این گرد اطراف کسی نیست. پایی یگان چیز را در اینجا پیدا نکردیم. در این طرف حدودی میروان است. در آن طرف در نزدیکی های شدید در کریویر است. به فکرم ما باید سوی شمال برویم. مروان چی گفتی اکا؟ مروان به ما خیانت کرده است. این را چکر کنیم اکا؟ گفته بودی که در جلسه طرفی ما میل داشت. وی از خود اول به ما دروغ گفته است. هنوز هم با گلگه همکاری دارد. لشکری شدید از حدود مروان گذشته است. جوهید؟ صفیه؟ خوب هستی؟ خوبم. بشین. تا سحر اینجا انتظار میشوید. فردا تو را قتل میکنند. همش من گناهکارم. خوب دیگر غم نخور.
میبرایم. تو رو چی تا دستگیر کردن؟ من به پی تو اومدم صفیه. غیر اینجا آوردن تو رو جای دیگر نمی بردن. میدونستی که دستگیر میشوی، برای چی اومدی؟ من تو رو از اینجا آزاد میکنم صفیه. اکنون چی میشود؟ هیچی هم نشود، سحر می شود. برای پولاد علمدار قتل نزدیکترین آدم در تمامی ساحه ها و شدید نیروی نو میبخشد. با من که همکاری کردی تو هم نیروی تازه میگیری. پولاد علمدار به حدود قبیله در آمده. و بوی شما یک دشمنم زیاد می شود. کمک کنید داخل. شدید فرمان را از تو نمیگیرد. یا با گلگه مشورت کنیم. بیا کوشش کنیم فرصت را از دست ندیم. اگر پولاد را نیست بکنیم گلگه کار کردن نمیتوان. در کجایم؟ من نمیدونم. کمی پیش به کی زنگ زدی؟ اینجا را دیدم، کسی نیست. این طرف هم کسی نیست کماندور. تو همین جا بیمان. شما را همین طور هم دیدن کفایه است برای من. من هم بسیار میخواستم روبرویت شیشته با تو قهوه بخورم، اما چی علاج؟
راهی دیگر نیست خط. من شما را یافتم و بسیار خرسند شدم. اگر التای همین طور میانجی شود ما دیگر زود دیدار یکدیگر را تازه میکنیم. دیگران هم شما را بسیار دیدن میخواهند. سلامت باش. اما شما خودتان را احتیاط کنید. پروای من نکنید. بین سالیانی دراز این کار را به من تا به این درجه رساندید. نه این طبیعت استاد. بودن شما بالای سری ما کفایه است. همه از من خواهش کردند که سلام و پیامشان را به شما برسانم. سلامت باش. تو هم به آنها دعا و سلامی مرا رسان. جان و جگری منید. گذشته از این به شما گپ‌های مهمی بسیار دارم. گوش میکنم استاد. آنهایی که به تو مراجعت کردند دیگران را هم می‌یابند، چون که تو را راضی کردنی شدند. با پول است، با وعده‌های بسیار است، دیگران را هم سوی خود کشیدنی می‌شوند. هوشیار شوید. پروا نکنید استاد. مهر وطن را با چیزی فروخته نمی‌شود. زنده باش اندر جان، زنده باش. صدقه چشمون جان من. لعنتی خدا به شما، لعنتی خدا به شما. کار نخستین را انجام دادم. بسیار عجیب. پس آنجا را فوراً ترک کنم به جای دیگر را. چی گپ؟ این دوستمان نخستین کنسرت غیشکش را به فرجام رساندریه. جاوید مرا نپرتو. مردن باشد همراه میمیریم. من تو را بسیار دوست داشتم. من هم تو را دوست می‌دارم. تو را از جانم زیادتر دوست می‌دارم. تا آخری عمرم عشق یگانه ام است. وقتی ودا فرا رسید. نه، با اون نرسید. من با تو گپی میگفتنی داشتم. بگذارید این آدم را تا آخرین خواهشش را افشا کند.
من این رو برای تو گرفته بودم صفیه. گریه نکن. گریه نکن. به اون جایی که میروی مرا هم در قلبت ببر تا آخرین نفس هم روح باشی. گوش کن. فرو نخور. من تو رو از اینجا رها میکنم. تو کیستی؟ مهم نیست که من کیستم. دوست داری تو برای راهاندن پول بسیار دار با من. مرا بگذار. برم او رو رها بکن. چند پول میخواهی میدهمت. برای او دیگر کسی هیچ کار کردن نمیتواند. دراز نکشید. شتاب کنید. سرور اینها تویی مگر؟ بیا من با تو گپ دارم. گپ زدن نمانید و را کار را تمام کنید. شما این را برای فیلمتون استفاده می بردید. کار را انجام دید. کلاش را که گرفتید پس هم بنوار میگیرید. سرده مرا. گردنی من پیشی وطنم از موی هم باری کرد. اما شما آن را هیچ هم کرده نمیتوانید.
بیبور زورت میرسیده باشد. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. تکرار، نوای شیرین، احساسی بلند. این همه در کلیپی سمیر. بعد از انتظاری های بی‌پایان، عاشقان ترانه های آوازخوانان محبوب کشور طالب عبدالله و جعفر جلال مادر از دنیا بیرست و من گدای برای هواداران ایجادیاتشان گلچین ترانه های عاشقانه و وطن پرستانه با نام فرزند نور را تقدیم می نمایند. شما می توانید روزهای نزدیک از تمام نقطه های پیسه فروشی دسترس نمایید. با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تگمه دعوت رو پخش نمایید. قایده این جهان آمدن و رفتنم بر همه پیر و جوان دلت میاد چشمشم ارگهی دردت مثل از برای خدا کشی دل بر دل چشمشم به تو خارو زارو به دلم غم دارو درد و علم دارو تو کنی Для кого-то жить как газ, для кого-то в самый раз кто-то стоит на тормозе, а кто-то жмет на газ. У каждого из нас есть своя цель, свой метод движения, чтобы достичь этой цели всеобщего уважения. Ты моя любовь, ты моя надежда, ты мой лучик света в кромешной темноте. Ты ангел мой, ты моя нежность, ты мои крылья, я птица. دلی من دلی خطه بود تنها باشه شدی تا در این دو روز دنیا Ты мои мысли только о тебе. Теперь все так, иначе просто невозможно. Ты с первых дней проникла в сердце мне. И с этих слов